سلام علیکم دوستان عزیز، امید که جور صحتمند باشید و لباس عافیت را بر تن داشته باشید. امروز به یکی از مکانهای زیبا و دیدنی ولایت کاپیسا یعنی سیات می رویم. با چند تن از دوستان یک غذای لذیذ و خوشمزه پخته خواهیم کرد. سیات گوهر پنهانی در ولایت کاپیسا است. این منطقه با داشتن طبیعت بکر و تماشایی همچون درختان سبز، چشمه های زلال و غذاهای لذیذ به یکی از مکانهای زیبا و تفریحی ولایت کاپیسا تبدیل شده است که سالانه مردم زیادی از ولایت‌های مختلف افغانستان به دیدن این مکانهای زیبا می آیند. مردم سیات مهربان و مهمان نواز می باشند. سیات کاپیسا تنها یک نام نیست بلکه یک سفر در دل آرامش و زیبایی است. تفریحی سیار. امروز آمدیم اینجا یک افطاری داریم. فهیم جان هم سرآشپز است. سلام علیکم دوستان عزیز، امید که خوب و صحت و سلامت بوده باشید. امروز یک تصمیم داریم با جمله دوستا و رفیقا یک افطاری آماده کنیم. یک کارای مرغ پلان است که تیار کنیم. Lepa ya.